سلام بچه ها، چطورید؟ امیدوارم ویدیو خوشتون اومده باشه. بچه ها اومدیم بچه ها آلکاتراز. بچه ها من الان با این یار اسکن گیرفت اونور اومد اینجا. بچه ها اینجا که هیچی، من کلا داشتم بعد از لوت فراوان اومدم اینجا. بعد یاد صدا پا گرفتم، گفتم حتما اینجا 100% اینجا. این اسکل اومد اینجا، یه دونه بان شد نخورد، اومد دوره ناک شد. فینیشش همین کلتا بود، بلد نبود کار کنه باشه، نتونست باید بزنه. دوره اینجا اومدم بالا خوردم به یکی دیگه شون پرو زرشون دیگه نزدم، سریع زدم ناکش کردم بچه ها. بعد دیگه رفتیم سراغ اینجا. بچه ها من یه صدا گرفتم، دیدم داره یه چیز انتخاب میکنه، گفتم حتما اینجا چون نزدیک بهم بود. مارک کردم نه نبود آقا. یادم اینجا یه روانی با وارماچین گرفت رو آخرش با انفلوئنزا مرد، اون نوبشون. خب بچه دوباره یاد اومد پایین اسکول، دیدم نمیمیره این اسکول خان. بعد زد من یه وانشات بیش زدم که ناک شد. دوباره رفتیم بچه من اینجا دلم نمیخواست برم دراپو لوت کنم، به خاطر اینکه گفتم الان یه جا کمپ کردم میزنم. من گفتم که برم نرم، آخرش نرفتم بچه. بعدش آخرش دوباره دراپو گفتم نه اینا اینجا نیستن. رفتیم پایین، من سری فقط رفتم میخواستم من رو سخت رسیدم رو سقف. از شانس خیلی خوب دراپ افتاد رو سقف، شانس خوبم. سری دویدم برای دراپ که یک گان دیگه ازش بکشم. سری دراپ وقتی باز کردم سری یه دونه هولگر رو ازش کشیدم. دوباره رفتم دوباره دیدم از شانس خوبم یه دونه دیگه هم کشید که اینجا دیگه یارم گفت بیا بذار یکیشو من لوت کنم. گفتم باش. اینجا وایسادم، یارم گفت که من برم پایین میدونم جاشون کجاه با ادعاهای زیادش. گفتم باشه برو. من همینجا وایساده بودم، بعد گفتم این الان میره میمیره. همینجا موندم اصلا حواسم نبود. یادم یه شات خوردم اون بازی خوبشون دیگه. من آرمور وقت نداشتم بزنم، سری اینجوری کردم آرمورشو فول کرده بود، وان شات نخورد متاسفانه. سر همون موضوع من مردم. این یارم موندن با اون یکی تو زون، دی جفتشون موندن تو زون، جفتشون ناکاوت شدن، سری مردن. بعد موندیم و همینجوری دوباره دست بعد بچه مساوی دیدی. دست بعد دوباره اومدیم، دست بعد من با اون پورا یار شدم که قرار بود دهنشون رو زیروز کنیم. واقعا فکر کردیم، ولی خب یه دوتا نو بعد از سالیان سال ما یه داشتیم رو لوت میکردیم بچه ها. کیلو دیدم بچه ها این سیزن کیلو خیلی قوی شده. من کیلو مکس نیست متاسفانه حالا، ولی دارم مکسش میکنم چون انقدر گان اون کارت مکس میکنم دیگه کارتی اصلا برام نمیمونه. آقا کیلو رو مکس کنم بچه، کیلو بچینم. بعد کیلو خیلی بچه قوی شده، انفور LMG خیلی قوی شده، گانه که قوی شدن کریم بد نیست، ولی خب باز امکان داره با 2 شات باید بخوام اینا. اچس تقریبا همش وان شاته. بیوا هم که نه، بیوا اصلا ضعیف در شده، کلا کم پیش میاد که وان شات بزن. بچه ما همینجوری داشتیم میگشتیم دنبال یه انمیه بودیم لوت میکردیم همینجوری. 2 نفری که گفتیم آقا یکیشون این دهنشون رو سرویس کنیم، ولی هرچی بگیم این رفیقم گفت داشت برام باگ خورده. این آقای میستر دیس اومد به من گفت که آقا برام باگ خورده، بیا اینو بذار بخوام ببینم گاناش چی میده. اومدم اینجا گانا رو بهش نشون دادم، گفتم یه دونه راه خدا رو هیچ چونم دانلود ندارم. گفتم اینا دیگه رفت برداره و اینا. من رفتم به انمی پیدا کردم، هرچی گشتم پیدا نکردم. آخر سر دیگه اومدیم اینجا دیدم هنوزم پیدا نشده. دیگه من گفتم با تلکابین برم روی سیل هاوس. سری اینجوری اومدم اینور با تلکابین هی وایسادم و برم سیل هاوس. گفتم عادتا باید اون بالای سیل هاوسی باشم چون خیلی دارن کمپ و اینا میزنن. دیدم نه آقا بالا سیل هاوس هم نیست. آقا یکیشون تیر ول کرد. من گفتم اون پروهشونه، اون یکی یعنی آروینه یکی بچه همون که آقا من دیدم نه واسه نمیزد. اومد پایین بشر، من داشتم آرمور 200 میزدم، یهو دیدم یارشم از این اون دیگه به من یه شات زد، ولی شانس آوردم آرمور 200 همونجا برد کردم. یه شات هم با بیوای من نزد. بعد دیگه من اینجا سری بیوای کشیدم، اون یکی یارشم مرد که این سری زدم هد شات خورد. دست
بعد دست سوم بچه‌ها کلا همه سولو بود. بچه اون صدا پاو که گرفتم خیلی بد بود. گفتم حتما این گام برداشت. رفتم تو فقط بالا که من نتونه بزنه، چون میزد کارم تمام بود. چون سولویی اصلا اسپان نمیشه اینا. اسپیدی برداشتم بعد نیزی برای اینجا، ولی نمیشه استاپ کنه چون کسی در نمیاد اونجا. سری اینو برداشتم گفتم خوبه آرمور 200 خوبه. شروع کردم به زدن آرمور 200. همینجوری داشتم میزدم، هی داشتم میگشتم، هی سعی میکردم که یه نفر رو پیدا کنم بزنمش، چون اگه میزدمش دیگه یارو کامل میمرد و ناکاوده خالی میشد. دیگه همینجوری داشتم میگشتم اونجا، فکر کردم انمی، دیدم نه نیست. همینجور با بچه همون داشتیم میگشتیم و اینا، یاد دیدم که حس کردم تو این خونه انمیه. گفتم نه آقا نیست، اینجا نیست. همینجور داشتم میگشتم، بعد اینجا دیگه اومدم من پایین، دیدم صدا پا گرفتم. گفتم این داره میاد بالا، یه داره میاد بالا، یه داره تو خونه لوس میکنه. دیگه اینجوری نگاه کردم دیدم نه داره میاد بالا. گفتم باشه بذار بیاد بالا. فقط هم منتظر موندم، نگو منو دید، متاسفانه نیومد بالا. سر همون من اینجوری مثلا منتظر بودم که هدشاتشو بزنم، دیدم نه نیومد دیگه بالا نیومد، همون پایین وایساده بود اینا. بعد همونجوری وایساده بود، یه تیرم ول کرد، من نمیام پایین، یه خودی داره زور میزنه. آخرش اسکل نفهم، من اینجا وایسم دیدم نشدی و افتادم. گفتم اشکال نداره، فقط برو گام بردار. از شانس بعد ما همین آرمور 200 پیدا کردم، گان پیدا کردم. اینو تا گشتم گان نبود، این یکیو گشتم گان نبود، یکیو گشتم جز فینیش هیچی نبود، یکیو گشتم بازم گان نبود. کلا گفتم من بدشانسم. سریع این خونه زدم بیرون برم تو این چادر رو سریع لوت کنم، چون که اوضاعم خیلی خیلی بود. سریع رفتم فقط اینجا سریع یه چیزی لوت کنم و بیام، چون که دهنمو سرویس میکردن، همشون گان دارن. بالاخره این فورلمجی گان خوبی پیدا کردم. اسپیدیه رو نگه داشتم، گفتم با یه گان خوب عوضش کنم. همینجا داشتم میگشتم و اینا، دیدم اینجا اصلا گان نیست. بعدی رو رفتم دیدم کریم توشه، سریع کریمه رو با اسپیدی عوض کردم. دیگه همینجا داشتم لوت میکردم. بعد دیدم که این بچه همون اصلا نمیان. همینجا داشتم لوت میکردم برا خودم و اینکه بچه تا هنوز هیچ خبری نیست بهتون بگم که این گانا کلن کالاف زده تو فاز گانای چرت و پرت قوی کنه. مثلا گانه چرت و پرت سیزن قبل قوی شده و این سیزن هم همینطور. این سیزن هم تقریبا چرت و پرت گانا قوی شده، ولی خب کیلو بچه خیلی خوب میزنه، یعنی اصلا طرف مهلت نمیگیره، سریع میزنه کیلو. بچه دیگه اینجا داشتم لوت میکردم همینجوری ادامه. دیگه اینجا دیدم صدا فایتشون اومد، سریع دویدم. یکی بچه هم آروین مرد. بچه آروین مرد یه اشکال یه ماهانی. بچه رفتیم که بزنیمشون، یه میستر دیسی و یه ماهانی مرد، رفتیم بزنیمشون. بعد گفتم اینجا، دیدم نه نیست. بچه اومدم اینو تا داشتم لوت میکردم برای خودم، همینجوری لوت و اینا. بعد بچه دیدم اینجا از این فینیشه که آرمورتو قوی میکنن بود. گفتم بیا یه کار کنیم، من که الان آرمورم پرن، خب فینیشم پره، اول اینو بردارم فینیشم بزنم آرمورم پر کنم، بعد دوباره اینو بردارم. بعد سر همین کلی سود کردم. رفتم همینجا داشتم میگشتم، همین به راهم خودم داشتم ادامه میدادم، ادامه با گانام و همینجوری. دیگه اومدم اینجا دیدم دیرابو انداخت، رفتم سریع سراغ دیراب، سریع به کوب دویدم فقط سمت دیراب، چون سریع چسم باید میکشیدم. تا رفتم سمت دیراب دیدم که هیچ خلوت و اینا. گفتم ولش کن میریم دیگه. رفتم و هیچی من نشد، خدا رو شکر هیچی کم نگرده بود. همینجوری سریع گان لوت کردیم و دیرابو بعد چه سری کشیدیم و گفتم بریم که بریم. ولی وایسان لوت کردن، یکم وایسان گفتم حالا یکیشون میاد. گفتم یکیشون میاد بالاخره گان میخوام بکشن دیگه. هی وایسادم. بعد دیگه همینجور وایساده بودم، هی داشتم میگشتم گفتم اینجا انمی هست میان، بچه‌مون میان. دیدم نه نمیان. دیگه گفتم ولش کن. از اینجا هی داشتم همه جا رو نگاه میکردم، گفتم آقا ولش کن بریم بالا سقف. سری در رو به روی این ور باز کردم، رفتم بالای خون.
دیگه اینجا وایستادم گفتم یکی میره برام دراپه. مادر همین سری وایستادیم کمپ سگی زدیم برای خط دراپ. همینجوری وایستادم قشنگ خط دراپ رو گرفتم. گفتم یکیشون بره یه جاشو میفهمم یا که این میکشمش دیگه. دیدم نه آقا هیچکی نمیاد. هی واسه آخرش دیدم هیچکی نمیاد. بچه گفتم این بر میاد. آخرش همین بر اومد و یه لحظه دستش ول شد زمین. بچه امیدوارم که از این ویدیو خوش اومده باشه. لایک و ساب فراموش نشه. بای.